هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که این دم آخری انگشت گذاشته روی تهدید نرم افزاری. مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، اما یک تهدید مهم دیگری وجود داره که باید برای اون آماده شد و اون تهدید نرم افزاری است. البته عظما برای مقابله با این تهدید هر کاری که بگید کرده. یه نمونهش این فتوای مسخره نرم افزاریه. ما فتوا داریم در این کشور که اینترنت پرسرعت حرامه. میدونستین اینا؟ موقعی که ایرانسل میخواست اینترنت پرسرعت بیاره، برادران همراه اول رفتن از مکارم فتوا گرفتند که اینترنت پرسرعت برای گوشی همراه. بعدن سرچ کنیم. با این حال به جایی نرسیدن و خودشون خبر باختشون رو اعلام کردن. خواهرم، برادرم، نیاز به روشنگری داریم. ما جنگ اقتصادی رو انشالله مسئولین تدبیر کنن، ادامه پیدا نخواهد کرد، حلشان خواهد شد. تو جنگ فرهنگی خیلی داریم میبازیم. حواسمون به این جنگ باشه. جنایتکار شده الگو. حالا این کارشناسای خود رژیمن که اینطوری دل عظما رو خالی میکنن. چیزی به نام مردم دیگه تو این حکومت وجود خارجی نداره. ببینید با آوردن و یه تعداد راهپیما اینا مسئله حل نمیشه. این اصلا رقمی نیست در برابر حضور اصلی مردم و اون حسی که نسبت به ماجرا دارند. ادامه این سیاست ها به بنبست مطلقه و هر روز ضعیفتر شدن کشور و مردمه. این یکی هم با زبون بی زبونی میگه عظما این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. تو جنبش بعدی ما این حاشیه نشین شهری میان چون اونها دارن نابود میشن تو این. و بعد شما خواهید دید اون حاشیه نشین شهری وای میسته و تا تو رو به زمین نکشه از میدون بیرون نمیره. جامعه امروز مملو از نفرته. جامعه‌ای که مملو از نفرته اگه درش یک فروپاشی اتفاق بیفته تصفیه حساب‌های خونین وحشتناک اتفاق میفته. البته تو این اوضاع و احوال یه عده‌ام هستن که میخوان اینطوری به عظما امداد رسانی کنن اما به جایی نمیرسن. آقا حکومت بد باش قبول کردی، خب که چه؟ تو خوبی؟ نورافکنمون از حکومت برداریم به سمت خودمون. به خدا قسم همه ما تک تکمون از حکومت بدتریم. تک تکمون از حکومت بدتر عمل میکنیم. ته خط مردم تو فضای حقیقی و مجازی نورافکنا رو میندازن روی دشمن اصلی. پایان زندگی او یک روز پر و برکت است. حالا بشنوید از زرشکیان که تو این اوضاع و احوال درگیر استیضاح وزیرشه. دیروز هم رفته بودیم مجلس، اینا بحث استیضاح اینا رو مطرح کردن. بنده اونجا به این آقایون گفتم مشکل مملکت ما تغییر آدما نیست. ما خیال میکنیم اگه آدم‌ها رفتن مشکل حل میشه. خب ما وزیرم اون موقعی که مجلس هم بودیم وزرا رو عوض میکردن من مخالف بودم. خدا وکیلی عوض کردن، اون وزیر بعدی اومد درست کرد، اون مشکلی که میگفتن حل شد. اینطور که پیداست وضع خرابتر از این حرف هست. الان دلواپسا صحبت از محاکمه همتی میکنن. عزیزان من، کینز میگه برای نابودی اساس یک کشور هیچ وسیله‌ای مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست. آقای همتی رو استیضاح نکنید، محاکمه بکنید. این تنها راهه. اگر میخواید در برابر تاریخ، در برابر مردم رو سفید باشید، آقای همتی رو محاکمه بکنید اینجا، نه استیضاح. این هم یک تصویر شماتیک از وضعیت پادر هوای عظما و نظام ناترازش.
مشنگستان این هفته رو با قمپوز درمانی حاجی زاده شروع میکنیم که میخواد اینطوری حال بسیجی ها رو جا بیاره. میگن دیگه غربی‌ها میگن که واقعیت مهم نیست، اون تصویری که از واقعیت درست میشه که ما درست میکنیم اون مهمه. اونها انعکاس وارونه میدن که ایران مثلا ضعیف شده، ایران قوی. حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، یا چه غلطی میتونم بکنم؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره. ما قدرتمندیم الحمدلله. 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، یا چه غلطی میتونم بکنم؟ ما قدرتمندیم الحمدلله. یکی نیست به این پاسدار هراسون بگه تو نمیخواد پهپاد بفرستی، تو بیا برق این شهربازی رو وصل کن که ملت اینطوری بین زمین و آسمون نباشن. اینجا شهربازی کیوه، برق رفته، دوستامون هم اون بالا گیر کردن. عظما هم رفت نمایشگاه ژست طرفداری از علم و تکنولوژی بگیره، اما بی‌حوصله تر از این حرفا بود. ما اینقدر حاج آقا مشکل داریم در دارو، خیلی مشکل شدیدیه. حالا نه این مشکل شدید داریم. ببین حاج آقا ما الان اومده ارز اومد 4200 شده 28500. ما یک تقاضا داریم طبق مصوبه این ما با تفاوت به ما به مصرف کننده نهایی برگرده به بیمار. ما هیچ چی نمیخوایم. شرکت ها رفتن پول رو گرفتن، دارو رو آماده کردن، اختلاف ارز 4200 با 28500 و با 67 تومن حاج آقا باید به بیمار برگرده. الان خرید بیمار گرون شده، 2 برابر شده. بشنوید از این امام جمعه مالکش خامنه‌ای که فکر کرده میتونه وضع خراب عظما رو ماسمالی کنه. که میگن اوضاع خراب است، یه مقدار تبلیغات ما کشور پولداری هستیم، الا اینکه نمیدونیم چجور خرج کنیم. چجور خرج کردن هم انشالله با تجربه یاد خواهیم. زرشکیان هر جا میره وعده و وعید میده. اینم کامنت یک کاربر به وعده های زرشکیان. اجازه بدیم کارشناسان بانکی، پولی و مالی با هم بشینن و راه حل پیدا کنن. آقای پزشکیان اجازه دادیم، به خدا اجازه دادیم بشینید. یعنی شما الان 8 ماه اجازه میخواید که یه جا بشینید. کجا میخواید بشینید؟ خونه ما خوبه؟ من بیا کلید بدم اصلا یه هفته هم خونه نمیام، یه هفته برید خونه ما بشینید. اصلا یه شب بشینید، فقط شما بشینید. از اون موقعی که شما رئیس جمهور شدی سرپایی یه جا بشین، یه خورده فکر کن، این کارشناسا رو جمع کنید. بابا بس کنید تو رو خدا. 8 ماه گذشته هنوز میگی باید کارشناسا بیان بشینن. خب کجا میخوام بشینن؟ کجا دنبال جا میگردید؟ این همه جا خونه ما هست، خونه داداشم اینا هست، خونه بابام هست. ای بابا هی بشینیم اجازه بدید کارشناسا بیان. کی میان؟ کجان؟ حداقل زنگ بزن ببین کجان. شاید پنچر کردن تو مسیر. ای بابا. البته زرشکیان قبلا خودش گفته بود برنامه‌اش چیه، منتها ظاهراً بعضیا یادشون رفته بود که نتیجه کار اینه که ما روزگار مردم رو سیاه میکنیم. اونایی که پول به اصطلاح حقوق بگیرن و گردن کلفتار رو گردن کلفتر میکنیم، فقرا رو محرومتر میکنیم و بیچاره تر میکنیم. راه معلومه، روش معلومه. ببینید کار عظما به کجا کشیده که یه آخوند دوزاری رو میاره توی تیوی ریش تا اینطوری برای طرفدارای مذاکره خط و نشون بکشه. اگر یه مسئولی فکر کنه که با آمریکا میشه کنار اومد یا ترامپ میشه کنار اومد، احمقه، ساده لوحه، بیشعوره. حالا آلمانی این نکته هر چی توش بهتون بگم، اصلا بگم یه بار دیگه